اراده داریم میگیم ترک و کرد مشکلی ندارن با هم، پان کرد و پان ترک با هم مشکل دارن، همشون یه مدل گاون، فقط نژاداشون فرق داره. تمام شد. این آدم میاد بالا 10 نفر اون پایین فکر میکنن که خوب اینم همزمان منه، ترکه، پان خوبه، پان میشیم. همینجوری امثال این آدم ریدن تو اتحاد کرد و اونم اولا شما الان دیوسی و اتحاد که با حرف زدن درست نمیشه. این راهکارمانه، ما با هم دعوامانه تمام کنیم. اگه این که شما قبول دارید، من میگم این نظر شخصی خودمه، شما اصلا یه راهکاری بیارین، شما یه فرمولی بیارین، بگین طبق این فرموله، طبق این راهکاره ما با هم کنار بیایم. قبول داری یا نه؟ مثلا میگم میگی تو میری فکر میکنی میگی من این راهکاره، این فرمول رو قبول ندارم. اتحادی که با حرف زدنم درست بشه ما اتحاد نیست. اتحاد باید فرمول داشته باشه، ایدئولوژی داشته. ما چرا دعوا داریم که به اتحاد برسیم؟ چه دعوایی داریم با هم؟ اول اون دعوا مشخص بشه.